غیرت آهنگم که میفهمد زبان راز من. گوش بر آینه نه تا بشنوی آواز من. من هرگز در یک جا نمی ایستم. من تاریخم و پرواز من نه از دیاری به دیار دیگر، بلکه از آسمانی به آسمانی دیگر است. سرزمین ها از آسمان ها رنگ می گیرند و من که تاریخم بر آنم که آسمان ها نیز از زمین ها رنگ می گیرند. سرزمین های غمگین آسمانی دلگیر و تاریک دارند و سرزمین هایی که با آفتاب و ستارگان سخن میگویند آسمانی دیگر دارند. ایران من که هم از آغاز از روشنایی و مهر سخن گفت و در پی نور بود، آسمانی روشن و پاک دارد. ایران را دوست دارم چون سرزمین اندیشه های اشراقی و حکمت های آسمانی و آیین های نورانی است. تاریخ را بی سرزمین می دانند، اما اینجا سرزمین من است و من تاریخ ایرانم. ایران سرزمین نور است و شگفتا که بسیاری از شهرها و جایهای ایران نامشان از نور و آتش و روشنایی آمده است. اکنون نزدیک یکی از آن شهرهایی، ملایر، دومین شهر بزرگ استان همدان و در 80 کیلومتری جنوب شرق شهر همدان. برخی ملایر را از واژه مالایر دانستند، یعنی سرزمین آریایی ها. اما برخی آن را مالایر به معنی خانه آتش می دانند، زیرا پرستشگاهی در این تپه است. پرستشگاه نوشیجان، یادگار روزگار ماد. اینجا به راستی چه بوده است؟ پرستشگاه مهرپرستان، قلعه نگهبانان ماد و یا کاروانسرای مسافران؟ هر پژوهشگری سخنی میگوید و من که تاریخم خاموش نشستم تا سرانجام خود
راز این بنا را دریابید. این بنا را هم آتشکده میتوان دانست و هم قلعه، زیرا نشانی از هر دو در آن هست. هم آتشدان و آتشکده دارد و هم دیوارهایی بلند مانند قلعه. نوشیجان در پارسی کهن یعنی جای جاویدان و بنای ماندگار. اگر به راستی نوشیجان پرستشگاه بوده است، باید بپذیریم که این بنا کهن‌ترین نیایشگاه خشتی جهان است. آری، کهن‌ترین نیایشگاه خشتی جهان. هنگامی که ارگ نوشیجان یافت شد، اتاقهای آن با نزدیک به 4 میلیون خشت انباشته و سپس روی آن با خشت و خاک و گل پوشانده شده بود تا در تپه‌ای از خاک و گل پنهان شود. پنهان کردن بنای نوشیجان در زیر خروارها خشت و گل بی تردید در روزگار هخامنشی و پس از کوروش انجام شد. ویژگی برجسته ارگ نوشیجان که آن را یگانه می کند گوناگونی بناهای آن است. در آن هم معبد هست، هم باروی قلعه، هم تالار، هم انبار و هم نقب. ریزکاری ها و فنون معماری نیز به آن ویژگی های برجسته بخشیده است. کوروش آزادی دینی بیمانندی در ایران برقرار کرد، اما پسرش کمبوجیه که نخست مانند پدر مهربان و دریادل بود، به زودی دگرگون شد و به سختگیری بر آیین‌های دیگر پرداخت و پرستشگاه‌های آنها را ویران کرد. شاید یکی از آن پرستشگاه‌ها همین ارگ نوشیجان بوده. مهرپرستان برای رهاندن پرستشگاه از گزند دشمن همه معبد و از جمله اینجا یعنی معبد اصلی را با خشت پر کردند تا فرو نریزد. 4 میلیون خشت. به زیبایی باستانی و اصیل این معبد بنگرید. معماری آن به شکل صلیب یا چلیپاست و اگر درست‌تر بگویم به شکل نیم چلیپا، زیرا پرستشگاه ایزد مهر بود. نماد صلیب بسیار پیشتر از آن که در اروپا به کار رود، در این بنا و سپس دیگر بناهای ایران باستان به کار رفت. صلیب نماد ایزد مهر یا خورشید و نیز نماد جاودانگی بود. چلیپا همراه با مهرپرستی به اروپا رفت و نماد مسیحیت شد. میتوان پنداشت که در این طاقچه محرابوار که در شمالی ترین جای معبد است، نقش یا پیکره‌ای از مهر جای داشته است.
یکی از برجسته ترین ویژگی های معماری نوشیجان استفاده از طاق‌ها و طاقچه‌های هلالی است که بعدها جایگاه مهمی در معماری ایرانی و اسلامی می‌یابند. من که تاریخم چه بسیار در زیر این طاق‌های هلالی قدم زدم و به گذشته‌های دور اندیشیدم. اینجا درگاه انبارهای بزرگ ارگ نوشیجان است، اما همیشه مرا میبرد به روزگارانی که آن معماران پیر با ساختن طاق‌های هلالی در ژرفای زیرزمین کوچه‌ای چنین زیبا پدید می‌آوردند. هر 4 انبار ارگ در هنگام کشف لبالب از آجرهایی بود که قرار بوده برای پر کردن دیگر بناهای نوشیجان به کار روند تا آنها را از گزند دشمنان نگه دارند. در آنها همچنین ابزارهایی پیدا شد شامل همه گونه ظرف‌های سفالی، حلقه‌ها و زیورآلات. به یاد دارم که در آن روزگاران نیایشگاه نوشیجان در دشتی سبز و در میان باغ‌های دلگشا بود و چشماندازی بس زیبا داشت. من اگرچه تاریخم و یاد روزگاران کهن زنده‌ام می‌دارد، اما روزی را آرزو دارم که اقامتگاه‌های شایسته در کنار این بنا ساخته شود تا باز این تپه باستانی و ارگ شگفت‌انگیزش لبالب از ایرانگردان و جانگردانی شود که به دیدار نخستین نیایشگاه خشتی جهان می‌آیند. شهری شگفت، شهری پنهان در ژرف زمین، هزار تویی پر رمز و راز که تا سال 1384 هیچ کس از آن آگاه نبود. در آن سال در هنگام ساخت و سازهای شهری یکی از این نقب‌ها پیدا شد و چون پژوهشگران جستجو را ادامه دادند با این شهر شگفت روبرو شدند. شهر سامن. سال 1384 بود که این هزار توی رازناک در زیر شهر سامن در 10 کیلومتری ملایر پیدا شد. در روزگار مادها گویا پرستشگاه ایزد مهر بود. در زمان اشکانیان سامن گسترش یافت و برای خاکسپاری مردگان به کار رفت. از حمله اعراب تا جنگ جهانی اول نیز برای بیش از 1000 سال این دخمه ها نهانگاهی بود برای اندک کسانی که آن را می شناختند. در اینجا ابزارهایی پیدا شد مانند ظرف‌های سفالی و فلزی، مهره‌های سنگی، سکه‌های از روزگار مغول و صفویه و سفالهای نقشدار اشکانی.
شهرهای زیرزمینی در ایران و جهان جملگی دو کاربرد داشتند: کاربرد دینی و یا پناهگاهی. پیروان برخی دینها همچون مهرپرستی برای گریز از آزار دیگران آیین‌های خود را در زیرزمین‌های پنهان برگزار می‌کردند. هجوم دشمنان نیز گاهی مردم بیپناه را به نهانگاه‌های زیرزمینی می‌کشاند. در دوره اشکانی که این شهر زیرزمینی گورستان و آرامگاه بود، مردگان را در گوردخمه‌ها و گورخمره‌ها دفن می‌کردند. یعنی در تابوت‌های سنگی و خمره‌های سفالی می‌نهادند تا 4 عنصر مقدس آب و باد و خاک و آتش از پیکر مردگان آلوده نشود. نزدیک به 60 اسکلت در اینجا یافت شده که بیشتر آنها از آن زنان است و بقیه از چند مرد و کودک و یک نوزاد. شهر پنهان سامن تا 1000 متر گسترش دارد و اگر همه آن راه‌ها باز شوند 1000 تویی شگفت‌انگیز و جهانی در پیش رو خواهید داشت که منبعی بیپایان برای گردشگری است. از پیر تاریخ، از من این سخن را بشنوید که گنجی چون شهر پنهان سامن شایسته هر گونه نگهداری و سرمایه گذاری است.